با سلام خدمت همراهان گرامی. امروز در خدمتتون هستیم با آموزش تسک تابسواب. خب یکی از تسک‌های تابسواب که عدد بالایی رو برای پاداش قرار داده یه تسک بایننسی که 3 میلیون سکه به ما میده. خب من این تسک حالا یه روشی داره که میتونیم انجام بدیم. همونطور که خودتون هم میدید من تو ویدیوی اولیه توی کانال گذاشتم، گفتم اونجا که این تسک بایننس رو ما نمیتونیم انجام بدیم به این دلیلی که رجیستری میخواد و KYC میخواد که ما نمیتونیم، به خاطر اینکه حالا محدودیتایی که به عنوان ایرانی بودن داریم نمیتونیم احراز کنیم توی بایننس. ولی خب با یه روشی میشه اینو دور زد. حالا من این روش رو براتون توضیح میدم، بستگی به خودتون داره دوست دارین انجام بدین. من حالا پیشنهادم اینه که اگر سکه خیلی بالایی دارین، چون زمان زیادی نمونده تا 11 فکر کنم تیره تابسواب ایردراپش، حالا تصمیم ما خودتونه. میتونید این 3 میلیون رو بگیرید، ولی اگه نه مثلا 5 میلیون 100 میلیون سکه دارید و یه عدد خوبی دارید سکه که میتونید انجام ندید اینو، اگه احساس خطر میکنید برای اینکه سکه‌هاتون از دست بره. من تسک حالا اینجا آورده رو میزنم روش. پس من تو قسمت پایین رفتم تو قسمت تسک ها و روی بایننس رجیستریشن میزنم. خب تو اینجا آمده توضیح داده که حالا همونجوری که تو توضیحاتش هست گفته شما از این 3 مرحله پایین وقتی انجام بدید بعد از اون پاداش بهتون تعلق میگیره، ولی خود تیم تابسواب میان بررسی میکنن و اگر شما یه جورایی اونجا احراز نشده باشید و الکی یه چیزی رو گذاشته باشید ممکنه ریمووتون کنه. حالا ما این کار رو انجام میدیم، تهش اینه که پاداش رو از همون میگیرن. خب من اینجا میام قسمت استارت رو میزنم برای اینکه اجازه بده بهمون بریم داخلش. خب اولش داره میگه رجیستر کنین، یعنی بیاین یه دونه حساب باز کنین توی بایننس. خب من روی اون قسمتی که گو زده زدم، میام داخل این صفحه، کاری انجام نمیدم، دوباره برگشت به عقب رو میزنم. اینجا ببینید که یه چک ظاهر شد. اولین بار که چک رو میزنیم بهتون ارور میده. خب این داره ثانیه‌هاش تمام میشه. من دومی رو انجام میدم. دومی هم که میگه KYC تون رو کامل کنین و احراز کنین از هویت. اینم باز ما داخل حالا این صفحه اومدیم و بک رو میزنیم، دوباره میگیم عقب، چک میاد، چک رو میزنیم. خب این دوتا بعد حالا پاس بشه. در مورد سوم هم که میگه آیدی بایننس رو بزنید. خب شما اینجا باید بدونید که حالا آیدی بایننس، من چون قبلا کار کردم میدونم که از یک کد 8 رقمی تشکیل شده که این کد رو یعنی اون کد آیدی 8 رقمی. خب من دوباره اینجا چک رو میزنم و میبینید همونجور که مشاهده میکنید تایید داد به ما. برای قسمت دومم همینطور. خب من اینجا میام یه آیدی، ما مجبوریم فیک بزنیم که 8 رقم هم باشه. خب میبینید همونجور که میبینید به ما تایید داد و از اینکه فینیشو بزنید 3 میلیون رو الان برای ما لحاظ کرد و تسکی که تیکش خورد. من بیام تو صفحه، برای اینجا 3 میلیون برای من لحاظ شد. میگم میتونید این تسک ریسکش به عهده خودتونه، میتونید بپذیرید و بزنید. میگم تهش اینه که حالا رو ریموو میکنه، ولی خب 1% هم احتمال بدین که موقع ایردراپ دادن بهتون ارور بده و براتون محدودیتی قائل شه. پس به نظرم اونایی که حالا سکه پایین تری دارن چون زمان زیادی نمونده میتونن از این تسک استفاده کنن و سکه شون رو ببرن بالا و شانس حالا ایردراپ گرفتنشون رو افزایش بدن. یه راهکاریه. ولی برای کسایی که مثلا 5 میلیون سکه، 20 میلیون، 30 میلیون سکه، 100 میلیون سکه دارن، به نظر من میتونن ریسک رو نکنن و همون مدلی ادامه بدن. ممنون از اینکه به ما توجه کردید. روزتون بخیر.